ای ملت آزاد نژاد، فرارسی نوروز چون بازتاب خرد ازلی، ذوق و تفکر اعجاز آفرین و سنت‌های هزار ساله های تاریخ قوم‌های آریا نژاد شما را مبارک باد. بگذار این پیک شادی همچون تجسمی مرام وحدت عالم و آدم و زمین و کائنات که در سراپرده رحمت آفریدگار پدیدار می گردد. این کشور بهشت آسا را جاودان زیباتر و رنگین‌تر نماید. شادکام و شکرگزار باشید. من آفتابم، سروری سیارگانم که پهنای زمین و دور کائنات را حرارت و نور و روشنایی می‌بخشم. عالم و آدم را خرمی و حیات از من است. سال یک بار در برج حمل قرار می‌گیرم. برابری روز و شب و فرارسی سال نو را برآورده می‌سازم. گردش فصل‌های سال و تجلیل جشنواره‌های صدف و تیرگان و مهرگانی است وابسته به گردش زمین در اطراف من صورت می‌گیرد. شما 12 برج کائنات، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر ماه، مرداد، شهریور، مهر ماه، آبان ماه، آذر ماه، دی ماه، بهمن ماه و اسفند ماه. 4 عنصر حیات: زمین، آب، باد، آتش و 4 فصل سال: بهار، تابستان، تیر ماه، زمستان. به هم بیایید تا روز نوروز را استقبال نماییم، زیرا کشف اعتدال روز و شب در حرکت منتظمی 12 برج آسمانی، حضور 4 عنصر حیات، فرارسی 4 فصل سال و تولید روز نو یعنی نوروز است که در آن خود را شادکام و خوشبخت و پیروز و موفق می‌بیند. برابری به هم آمدن 12 برج کائنات و 4 عنصر و 4 فصل سال، آفتاب در حضور آنها به انسانیت مراجعت می‌کند. ای فرزندان آدم، برقصید و شادی کنید تا سعادتمند باشید و زمین و کائنات را خرمی بخشید.
آزاده مردمان تاج بر سر، ای ساکنان کشوری بهیش تا سا، من مفتون زیبایی و حیرت زده فیض و برکتی این دیار آشنایم. شما ملت آریا تبار توانستید تحت راهنمایی اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان آیین نوروزی را جهانی و به این وسیله تمدن عمومی بشری را غنی‌تر سازید. بگذار این آیین نیاگان جاویدان شادی بخشی کلی بشریت باشد. خوش آمدی نوروز، جشن فرخنده نیاگان. یار من در سایه گل رفتن در خواب دل مبادا بشکافم از خواب دارش کنم. شمع را در وقت خواب از پیش چشمش مگذره، سایه مژگان مبادا خواب بدارش کنم. اوی نوروزی خجست از چمن میگذرم، اوی در سر چشمای مستیان، اوی
آی چمن گلجوش نوروز سحر نمنوش نوروز شبنم بانی گل نگین در گوش نوروز شکرگزارم که در آغوش این ملتی بنیادکار و کهن بنیاد و کشوری بهشت آسای صلح پرور آیین‌های قدیم در زندگی معاصر تجملی بیشتر دریافتند. آیین نوروزی تجسمی هستی ملت است که جهانی شد. آفتابا امیدوارم هرگز انوار پربرکت و فیض بخش خود را از این مردم کشوری عالی تبار دریغ نداری.
چرا روند و من کشک یاره مرزا
باشم و آزاد. نوروز مبارک باد، مبارک باد. Thank you.